سلام عزیزان، میخوام دسر خرمالو و پرتقال آماده کنم. برای تهیه دسر خرمالو و پرتقال نیاز به 2 پیمانه پوره خرمالو دارم که بعد از شستن و پوست گرفتن اونو پورش کردم. 1/2 لیوان آب پرتقال که شیرینی و ترشی پرتقال بسته به ذائقه خودتونه. حدود 100 گرم شکر، 150 گرم خامه صبحانه، 2 قاشق مرباخوری پودر ژلاتین و 1/8 قاشق چایخوری وانیل دارم. آب پرتقال رو داخل ظرفی ریختم که بتونم روی بخار کتری بذارم و به طریق بنماری بتونم پودر ژلاتین رو حلش کنم. پودر ژلاتین رو روی آب پرتقال میریزم، یه مقداری اونو هم میزنم. میتونین به همون شکلم روی بخار کتری بذارین و خودش حالت اسفنجی میشه اول و بعد شفاف میشه. و حالا میبرم که روی بخار کتری بذارم. شکر رو روی پوره خرمالو خالی میکنم و اونو هم میزنم. بهتر اینه که از خرمالوهای کاملا رسیده استفاده کنین که گسمزه نباشه. همینطور وانیلو و خامه رو، اگر از خامه قنادی استفاده کردین مقدار شکر رو کمتر بریزین. خیلی راحت مواد با هم مخلوط میشن و نیازی به همزن برقی نیست. ژلاتین به عمل اومده رو روی مایع میریزم و اونو کاملا مخلوط میکنم. قالبی که مورد نظر دارین فرق نمیکنه چه نوع قالبی باشه. یه مقداری خیلی کم، به طوری که اصلا چربی اون دیده نشه و وقتی که لمس میکنین احساس کنین که یه مقداری چربی داره. دور تا دور و کف اونو با یه قلم چرب میکنم و بعد مایع دسر رو داخل قالب میریزم. چند بار ضربه بزنین به قالب که حبابی داخل دسر باقی نمونه و همین که یه مقداری روی دسر صافتر بشه. بعد اونو برای حدود 4 الی 6 ساعت داخل یخچال میذارم تا دسرمون کاملا ببنده و آماده بشه. بعد از 5 ساعت دسر رو از داخل یخچال خارج کردم. دور اونو با یک کارد ظریف و تیز باز میکنم. میتونین توی آب جوش هم قالبتونه بذارین. بعد ظرفی که برای دسر در نظر گرفتم برعکس روی دسر قرار میدم روی قالب و اونو برمیگردونم. در ضمن اینکه کف دیسو من یه مقداری خیس کردم به خاطر اینه اگر دسرمون وسط قرار نگرفته بود بتونیم اونو بلغزونیم. یه دسر خوشمزه، خوش رنگ و زیبا. خدا نگهدارتون.